آدم ها فکر میکنند دنبال خوشبختی هستند، با دیپلم گرفتهشان، با پولی داشتهشان، با شغل، با مقام، با ازدواج. اما با این چیزها آدم قسماً خوشبخت است. خوشبختی کامل یعنی احساس رضایت از هر چی که داریم و هر چی که هستیم. خوشبختی یعنی چشمان داشته باشیم که زیبا ببیند، قلب داشته باشیم که بدیها را ببخشد و ذهن داشته باشیم که بدیها را فراموش کند. خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه هر چی که داریم یک نعمت است و هر چی که نداریم یک حکمت برای ما. احساس خوشبختی یعنی همین. خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. شما خوشبختید و من به این اطمینان دارم. وقتی میبینید که یک نفر در کنار شما احساس آرامش میکند یعنی خوشبختید. من همیشه با شما احساسی آرامش میکنم و خواستگار همیشگی آسایش و آرامش زندگی شمایم. با امیدی خوشی و خوشبینی و خوشحالی و خوشروزی و خوشوقتی و خوشبختی شما عزیزان. خیر.